سلام به همه بارتندرها. خیلی خوش اومدین به اپیزود بعدی از دوره متوسطه آموزش فلیرمون، یعنی همون ورکینگ فلیر. بریم سراغ حرکت اولمون، همون حرکت استله. یادتونه توی دوره مقدماتی راجع به خود مراحل تمرین و یادگیری استل گفتم بهتون که اول مثلا برای هند استل، برای اینکه ما اول دست بطری رو سر جا قرارش بدیم، سر اونجا بتونیم جایی که روی بدنمونه، روی دستمونه، حالا میخوایم روی آرم استال کار بکنیم که اول بتونیم این تعادلش رو حفظ بکنیم. حالا میخوایم این سری روی آرم استال رو انجام بدیم روی دستمون. این قسمت پهن ساعد دقیقا محل قرارگیری بطریمون میشه و بتونیم دوباره همینجا باهاش تعادل رو حفظ بکنیم، شروع کنیم راه رفتن، قدم زدن، چرخش. اوکی، یه راه دیگه و یک تمرین دیگه برای قرارگیری استالوم. مرحله بعدش که تونستیم تعادلش رو حفظ بکنیم، این سویاپی که من به ته بطری میدم که بطری میاد بین انگشت اشاره و شستم، درست؟ میاد قشنگ اینجا پشت انگشت شست و با یک پرتاب و باز کردن دستم دقیقاً جای بطری همینجاست برای آرم استل که دوباره مثل همون ترتیب بیایم با همون دست تخصصی بندازیم و با همون دستم دریافتش بکنیم که حالا این حرکت رو به صورت اسلو موشن هم میبینیم. یه دقیقه وایسا، قبل از اینکه بریم حرکت رو اسلو موشن ببینیم میخوام راجع به البو استال هم بگیم. بالاخره الان توی مرحله میشه گفتش که متوسطه و ما یه قدم حرفه‌ای‌تر داریم میشیم، هم آرم استال میخوایم با هم کار بکنیم، هم البو استال. دوباره البو استال هم همینطور، به کف دستتو رو به بیرون قرار بده. آرنجتو خیلی نیار بالا، خیلی نیار پایین. یک جایی که بین ساعد و خود بازوت هستش، اینجا آرنجت صافه این قرار گرفتن، این محل قرار گرفتن بطریت میشه. پس دوباره همون مراحل رو میریم جلو که باید اول بتونیم تعادلش رو حفظ بکنیم، دوباره قدم زدن. حالا مرحله بعدی که تعادلش رو روی دستت نگه داشتی، دقیقا همون جایی که قرار وایسه رو میای با همون دست تخصصی از بالا لبه بطری نگه میداری و صافو میذاریش همونجا میمونه. اوکی، حالا برو هم جفت حرکت ها رو، آرم استل و البو استل رو به صورت اسلو موشن ببین و زود برگرد که تازه شروع کردی. برو. بچه‌ها حرکت استال یا همون حرکت تعادلی و حفظ تعادل هم دیدیم و یاد گرفتیم، هم آرم استال و هم البو استال. بریم سراغ حرکت بعدیمون که قراره چه حرکتی باشه؟ حرکت فلت. بریم سراغ حرکت فلت که یکی از مهمترین حرکت‌ها توی بحث خود ورکینگ فلیره. یادتونه توی ورکینگ فلیر گفتم که ورکینگ فلیر همیشه باید بطری صاف باشه، چون حاوی مایع است دیگه، نباید اصلا هیچ چرخشی داشته باشه. یعنی وقتی که من میخوام بک تو فرانت بندازم نباید بطریمو بچرخونم، بطری باید همیشه فلت باشه، یعنی به صورت صاف بیاد بالا و قرار بگیره. اوکی، سر بطری همیشه رو به بالا. حالا بریم ببینیم به چه صورتیه. موقعی که میخوام بطری رو من اول از روبرو بهت نشون بدم، این 4 تا انگشتم کاملا این بطری رو این چماق گرفتم. هیچ وقت با انگشت نمیندازیم بطری رو، همیشه کامل پر 5 تا انگشت روی گردن بطری، تسلط کامل روی نک بطری داریم. حالا من میخوام بطری رو از دستم خلاص رها کنم. میبینی فقط رهاش میکنم. در آخرین لحظه که بطری داره از دستم رها میشه، با انگشت ایندکس یا انگشت اشاره یه تاچ کوچیک به سر بطری که سر بطری رو بندازم جلو. مثلا تمرینش هم این میتونه باشه که با ایندکست سر بطری رو بندازی جلو. این روتیت رو می‌بینی، روتیت متفاوته. این روتیت رو به خودمه، این روتیت رو به جلوه. حتی مثلا ما توی خود کرفتم اینجا یه کرفتم بهتون بگم، با رو به جلو انداختمش. اینو این هم دقیقا همینه، میاد رو به جلو. حالا میتونه یه روتیت باشه، میتونه 2 تا روتیت باشه که میشه اگزیبیشن.
پس من میخوام بگم که فقط با این نیروی انگشت اشارتونه که این کار میکنه. حالا اگر این زیاد باشه خب بطری میره جلو، اگر کم باشه بطری سمت خود میمونه و کج میمونه. بعد یک جوری باشه که این صاف بره و صاف بیاد قشنگ روی دستت استال بشه. حالا همین رو میخوایم بیاریم توی back to front. اوکی، میشه back to front flat یا flat back to front. این موقعی که میخوام از دستم رهاش بکنم، یعنی کاملا رها میشه، صاف دیگه. حالا که میخوام صاف بشه، یعنی خوابیده بود دیگه، حالا که میخوام صاف بشه آخرین لحظه با اشاره به سر بطری یک نیرویی وارد میکنم که حالا از نمای نزدیکتر اینو ببینیم خیلی بهتر متوجه میشیم. یه نکته، فلتی درسته که بعدش بتونی استالش بکنی. اوکی، برو بریم حرکت فلت هم به صورت اسلو موشن ببینیم و برگردیم. خب بچه‌ها حرکت فلت رو دیدیم. یه نکته هم راجع به این حرکت میخوام بهتون بگم. ببینید ما دو مدل فلت داریم. یک، فلتی که بطری من حالتش کاملا، یعنی سر بطری رو به بالا، درسته؟ سر بطری رو به بالا. یه بار دیگه که میتونم استالش بکنم. خب یه فلت دیگه داریم دقیقاً مثل همین رینبو پسه. ببینید اینم فلته ولی سر بطری رو به پایینه. چرا؟ چون همه مایه رو جمع کردیم ته بطری. دقیقاً توی فلت بک تو فرانت هم یه همچین حالتی داره. یعنی سر بطری رو به پایینه ولی ریزش ندارم چون تمام مایه جمع شده اون تا زمانی که بگیرمش و ریزش داشته باشه. خب بریم سراغ حرکت بعدیمون. سالار حرکت بعدیمون چی بود؟ فلت تو پور. فلت تو پور. دقیقا منظور منم همین بود که از همین فلتی که بطری کجه بیایم برای یک پورینگ استفاده کنیم. ببین میگن فلت تو پور. ولی خب آخر این اپیزود یک سری حرکت های دیگه، یک سری سیکونس های که از جمع چند تا حرکت با هم دیگه کار کردیم و یاد گرفتیم قرار بهتون بگم که هم به صورت اینکه پورینگشو هم بطری صاف باشه چجوری پورینگ بکنیم. الان فلت تو پور رو که دیدین چجوریه، اونم هی لول اپش میکنیم شاخه برگ بهش میدیم. ولی آخر این اپیزوده، حتما این اپیزودو پس آخر ببین. توی این حرکت میخوایم تین و سیم هند بندازیم که در نهایتا به یک فلیر پور برسیم و همون وگاس پور. بریم حرکت رو ببینیم. برای شروع حرکت وگاس پورمون میخوایم از همون فینگر تویست معروف استفاده کنم. یه فینگر تویست وقتی که بطری میاد بین انگشت اشاره و شست، اینجا تینم سیم هند میشه. یه فینگر تویست، تین سیم هند. راستی میتونی مثلا با یک روتیت هم این کار رو انجام بدی. روتیتی که به تینت میدی، یعنی توی ورکینگ بیشترین چرخش برای تینت بطریمون چرخش نداره. یعنی برای همین من حالا اینجا دریافتش میکنیم. به چه صورتی؟ به صورت تنیسگیری. به همین حالت میاریش، آرنج خم میشه، تین میاد رو به رو. این تین رو قایم نکن از خودت، قشنگ مچتو باز کن که کامل تین به سمت خودت باشه. اینجا کامل شیکر یا همون ابزار تینتو ببینی. پس از پشت سر میاد، بطری هم که حالت ریگولار گرفتی میاد برای فرانت پورینگ. اینجا یه پورینگ رو انجام میدی، باز کردن آرنجه. این ته تینو از جلو توی این دایره باز میکنی. برای اولش، برای شروعش شما میتونی بعد از اینکه باند زدی تینو از پشت دستت باز بکن و آرنجتو باز کن که خود این شارش یه نمایش قشنگی رو به کارت و اون پورینگ کردنت اضافه میکنه. من یک بار دیگه حرکت رو سری برات میزنم که کامل. رسیدی؟ یهو اومدم توی این دایره یا این پورینگ اینفینیتی تو پوره رو اینم میتونی بزنی یا یه کلا ماسل مموری بود. بریم برای همین وگاس پور.
یه حرکت میاد باز. این که از جلو بازش کنی خیلی قشنگه، ولی قبلش اینجوری ذهنتو تمرین بده، ولی بهش عادت نکن. حتما یاد باشه که باز و آرنجت قشنگ باز میشه. این تین عین یک دایره است. این بالای این دایره تو اصلا فکرشو بکن، این شعاع دایره رو که میکشی، این بالا لبه تین وقتی که میاد پایین، همین ریزش تو که همون شعاع دایره است میاد همینجا. توی حرکت از نمای نزدیک و به صورت اسلو موشن کامل حرفای منو میبینی و متوجه میشی.